من مردم؟ بله. شما فرشته این؟ بله. بریم؟ کجا؟ بهشت و حوری و از اون کارا. من فرشته تفهیم اتهامم آقا. اول باید به اعمالت رسیدگی بشه. اوکی. استفاده زیاد از VPN؟ واسه چی؟ آخه میدونید ما تو ایران اکثر اپلیکیشنامون فیلتر بود، مجبور بودیم. 40 سالته. چرا زن نگرفتی؟ زن میخواستم بگیرم و همه چی گرون، تورم، حقوقا کم، نتونستم بگیرم. نکیر. ایشون کیم؟ دارم فرشته حساب را صدا میکنم. نکیر. خب نمیشد یه اسم بهتری براش انتخاب بکنی؟ انتخاب اسم اینجا دست ما نیست. یا خودوس میشه شما رو بغل کنم؟ خوبی؟ میت جدید داره. بله. تفهیم اتهام شده؟ بله. حملش رو هم میدین. خب VPN مجردی. چرا آخه میدونی ما تو ایران دهنمون سرویس شده بود. همین الانم با یه پراید من له شدم اومدم خدمت شما. ایرانی هستی؟ عزیزم تو برو. کجا برم؟ برو تو حیاط برای خودت بازی کن. چی؟ حیاط داری؟ آره برو تو حیاط برای خودت بازی کن. کلا ایرانی‌ها رو دیگه حسابرسی نمی‌کنیم. بابا عذابایی که ما اینجا داریم برای اینا شوخیه. والا بیا برو هم. برو. ببینم با والده صحبت کردیم. برسیم خدمتتون. آره دیگه قرار شد من با داداش اسرائیلی خدمتتون. در خدمت هستیم. آره یه باغم تو بهش براتون گرفتم. دوتایی بریم اونجا زندگی کنیم. تو چی میگی این